گلهای جاویدان، برنامه شماره 131. معجزه سعدی شیوه سخن اوست، به قلم آقای علی دشتی. معجزه سعدی شیوه سخن اوست. معجزه سعدی شیوه سخن اوست. در تاریخ ادبی ایران که گویندگان چیره طبع فراوانند، گویندگانی که در آفرینش تعبیر و ابداع در بیان مهارت دارند، سعدی می درخشد. کسی چون او روانی و صنعت را به هم نیامیخته و این سهولت بیان را نشان نداده است که همه کس، حتی مردمان بازاری، او را بفهمند و سخن او به سطح زبان عامه فرو نیفتاده باشد. زبان سهل و ممتنع سعدی گمراه کننده تمام شاعرانی است که پس از او آمده اند و شیوه او را در غزل پیروی کردند، ولی همه در خامی و ابتذال افتاده اند. قدرت سعدی در سخن به پایه‌ای است که موارد ضعف فکری وی را می‌پوشاند. طرز بیان او مانند جلایی است که بر تمام مطالب او پوشش زیبایی می‌ریزد و خواننده را از غور و تعمق در کنه آن مطالب منصرف می‌کند. پیدا کردن سر تفوق زبان سعدی آسان نیست، زیرا تمام آن نکاتی که اساس فصاحت و مبانی استحکام بیان را تشکیل می‌دهد مورد توجه و رعایت سایر گویندگان بوده است، ولی در زبان سعدی تنین و ترنمی هست که در زبان هیچ شاعر غنایی دیگری نمیتوان یافت. وقتی سعدی میگوید سرو بالایی به صحرا میرود، در برابر دیدگان ما منظره‌ای تجسم پیدا میکند. صحرای سبز و خرم شیراز که از سروهای بلند منقش شده است، در مخیله ما ظاهر می شود که نگار طنازی با قامت بلند و مواج خود از همان قامتهای پر از انعطافی که در مینیاتورها دیده ایم در آن می خرامد. این مصرع 4-5 کلمه بیشتر نیست، ولی مانند 4-5 خطی است که انگشتان ورزیده کاریکاتورساز ماهری می کشد و خطوط اصلی سیمایی را مشخص می کند. سعدی نیز به طوری منظره را مجسم می کند که حتی مصرع دوم رفتنش بین تا چه زیبا می رود دیگر زاید به نظر می رسد.
ببند یک نفس ای آسمان دریچه صبح. همین مصرع به تنهایی شعر است. حقیقت آرزوی عاشقی را نشان می‌دهد که جز آرزوی خود چیزی نمی‌بیند و نمی‌خواهد و بنابراین هیچ منطقی و استدلالی را به فکر او راه نیست و می‌خواهد نوامیس طبیعت نیز از کار بیفتد. مصرع دوم که برای تمام شدن بیت می آید و دلیل این تمنای غیر قابل وصول را بیان می کند تقریباً زاید به نظر می رسد. گاهی نیز مصرع دوم از بلندی و رسایی مصرع اول می کاهد. می با جوانان خوردنم خاطر تمنا می کند. گویی این مصرع دیگر شعر نیست، شعله‌ای است از روح پر از آرزوی گوینده، پرتویی است از مکنون جان وی، ولی شعله‌ای که دود ندارد و پرتویی که روح پر از اشتیاق او را نشان می‌دهد و از بس خوب و شفاف و رساست مصرع دوم آن تا کودکان در پی فتند این پیر دردآشام را از آن می‌کاهد. به شکل مثبت و قطعی نمیتوان سر زیبایی این مصرع‌ها را که فصاحت و بلاغت و ایجاز را به حد کمال رسانیده است نشان داد، ولی از آشنایی به زبان سعدی این استنباط به شخص دست می‌دهد که سعدی از آن شاعران نادر و قادر است که قدرت و دینامیسم زبان آنها در کیفیت ترکیب جمله است،
نه در توسل به صنایع شعری. به عبارت دیگر، با آنکه سعدی در دوره رواج صنایع شعری قرار دارد، برگشت محسوسی در طبع وی به عصر بدوی هومر و به دوره سادگی زبان رودکی و فردوسی دیده می شود. رفتی و همچنان رفتی و همچنان به خیال من اندری گویی که در برابر چشم مصوری گویی که در برابر چشم مصوری
فکرم به منتهای جمالت نمیرسه. فکرم به منتهای جمالت نمیرسد که از هرچه در خیال من آمد نکوتری، که از هرچه در خیال من آمد نکوتری. مه بر زمین نرفت و مه بر زمین نرفت و پری دیده بر نداشت تا زن برم که روی تو ماه است یا پری. حبیب من جان باخ یارو تو خود فرشته‌ای، تو خود فرشته‌ای، نه از این گل سرشته‌ای. تو خود فرشته‌ای، نه از این گل سرشته‌ای. گر خلق از آب و خاک
تو از مشک و عنبری جان عزیزم حبیب من اما با دوست کنج فقر بهشت است و بوستان بی دوست خاک بر سر جاه و توانگری یا
کنج فقر بهشت است و بوستان بی دوست خاک بر سر جاه و توانگری. سعدی به وصل دوست چو دستت نمیرسه، باری به یاد دوست زمانی به سر بری. هر کس به تماشایی رفتند به صحرایی، هر کس به تماشایی رفتند به صحرایی، ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی. یا چشم نمی بیند یا راه نمی داند، هر کو به وجود خود دارد ز تو پروایی. خدای من جانیده ما در خلوت به روی غیر ببستیم، ما در خلوت به روی غیر ببستیم، از همه باز آمدیم و با تو نشستیم. محبوب ناخته
هرچه نه پیوند یار بود بریدی، هرچه نه پیوند یار بود بریدی، وانچه نه پیمان دوست بود شکستی. آخ یا جان امان مردم هوشیار از این معامله دورند. شاید اگر عیب ما کنند که مستیم، در همه چشمی
عزیزا نزد تو خاری در همه چشمی عزیز و نزد تو خاری در همه عالم بلند و پیش تو پستیم دوستیان سعدیا که بماند عهد وفا هم بر این قرار که بستیم یا عهد وفا هم بر این قرار که بستیم این هم گلی بود جاویدان از گلزار بی همتای ادب ایران، گلی که هرگز نمیرد. شب خوش. برنامه‌ای که شنیدید شماره 131 گلهای جاویدان بود که با گفتاری از آقای علی دشتی با شرکت آقایان عبادی، کسایی، بنان، محجوبی، تجویدی، جلیل شهناز و فاخته‌ای تنظیم گردیده. گوینده روشنک.